است در ایران شعار مرگ بر آمریکا و یا سوزاندن پرچم آمریکا و زیر پا گذاشتن آن ممنوع است، چون ناقض این تفاهم است و اگر کسی مبادرت به این عمل کند، دادستانی موظف است به عنوان اقدام علیه امنیت ملی او را تحت تعقیب قرار دهد. فقط تحت تعقیب دستگیر کنه، همینجا محاکمه کنه. به نظر من مثلا اصلا تحویل آمریکا بدید، بفرست گوانتانامو به جرم مرگ بر آمریکا گفتن. بند دوم تفاهم رو نقض کرده، پا گذاشته رو پرچم آمریکا. نخیر قربان، شما خیالتون راحت باشه. هیچکی با شما هیچ کاری توی این مملکت نداره. مگه رئیس جمهور این مملکت رو تهدید کردید که با تیغ گلوشو میبرید کسی با شما کار داشت؟ مگه اومدید دم وزارت امور خارجه هرچی از دهنتون در میومد به آقای عراقچی و آقای قالیباف فحش دادید؟ مگه کسی با شما کاری داشت؟ نه، کسی با شما کاری نداره توی این مملکت. شما آزادید، هر کی میخواید تهدید کنید، به هر کی میخواید فحش بدید. حتی من هم که این حرفو دارم میزنم معلوم نی چه بلایی میخواید سرم بیارید. خیالت راحت باشه آقای شهبازی، فعلا که تریبون دست توه، صدا سیما دست امثال توه. راحت باش، هر چی دوست داری بگو. آره داداش.